جدید ایران و روسیه باید فوراً تصویب شود. زلزله سیاسی در واشنگتن، ترامپ باز هم از رویای دوره سوم ریاست جمهوری گفت. در خبر دیگر آمده است که واکنش تند ترامپ بر شائبه خالی شدن انبارهای ذخایر مهمات آمریکا بیش از هر زمان دیگری پر است. جبهه آزادی و جبهه مقاومت از حمله بر مواضع طالبان خبر دادند. و در اخیر ایران درخواستی برای از سرگیری مذاکرات نداده است. تنگه هرمز همچنان بسته است. با سلام و درود، خوش آمدید به یکی از گزارش‌های خبری دیگر آسیا نیوز سرخط خبرها. بیشتر بپردازیم. در خبر اول آمده است که آخرین تهدید ترامپ به رئیس سنا صورت گرفت و تحریم‌های جدید ایران و روسیه باید فوراً تصویب شوند. جان تون، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا، در حال وارد 2 هفته پایانی فعالیت سنا پیش از تعطیلات تابستانی شده است که با فشارهای همزمان کاخ سفید رئیس جمهوری دونالد ترامپ و جناح‌های متفاوت حزب جمهوری خواه برای پیشبرد طرح‌های آنها روبرو است. با گزارش هیل، مهمترین اختلاف ترامپ و تون اولویت‌های قانونگذاری است، در حالی که تون می‌خواهد ابتدا بودجه دولت را برای جلوگیری از تعطیلی احتمالی در پاییز تصویب کند. ترامپ اصرار دارد سنا پیش از هر چیز لایحه مصالحه بودجه مجلس نمایندگان را که شامل قانون حفاظت از صلاحیت رای دهندگان آمریکایی هست تصویب کند. تون اعلام کرده در حال حاضر آرایی لازم برای تصویب چهارچوب بودجه در سنا در اختیار نداریم. سناتور تام تلیس که در پایان دوره خود بازنشسته می شود هشدار داده هر لایحه‌ای که قانون نجات آمریکا به آن پیوست شده باشد را با استفاده از ابزارهای آیین نامه‌ای متوقف خواهد کرد. در مقابل تون تلاش می کند با همکاری دموکرات‌ها یک لایحه موقت 2 حزبی برای تامین بودجه دولت تا اوایل دسامبر تصویب کند و تنها در صورت شکست این تلاش از سازوکار مصالحه بودجه‌ای استفاده می شود. سنا باید درباره چندین نامزد مهم دولت ترامپ نیز تصمیم گیری کند. رای گیری درباره نامزد ریاست مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، دادستان کل و مدیر اطلاعات ملی در دستور کار قرار دارد و برخی از این انتصاب‌ها با مخالفت یا تردید جمهوری خواهان و دموکرات ها روبرو شدند. همچنان تمدید اختیارات نظارتی قانون فیسای 702 و بررسی لایحه تحریم های جدید علیه روسیه که ترامپ خواستار افزودن تحریم های بیشتر علیه ایران بان شده است، از دیگر اولویت های سنا در روزهای آینده به شمار می رود. با وجود این دستور کار فشرده، تون گفته بعید می داند سنا پیش از تعطیلات ماه اگست فرصت رسیدگی به 2 لایحه مهم 2 حزبی درباره اصلاح ساختار ورزش دانشگاهی و تنظیم مقررات بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کند. رئیس سنا ابراز امیدواری کرده است که دست کم بررسی لایحه مربوط به ارزهای دیجیتال آغاز شود، اما تاکید کرده که حجم اختلافات سیاسی و محدودیت زمانی پیشبرد همزمان اولویت‌ها را دشوار کرده است. زلزله سیاسی در واشنگتن صورت گرفت با اینکه ترامپ از رویای دوره سوم ریاست جمهوری صحبت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در حساب کاربری خود در سوشال تروث که در آن کلاه قرمز با نوشته ترامپ 2028 بر سر داشت، بار دیگر جنجال گسترده‌ای به راه انداخت، به طوری که بسیاری از ناظران این اقدام را اشاره تازه به احتمال تلاش او برای کسب سومین دوره ریاست جمهوری دانستند. اما او هیچ توضیحی درباره منظور خود از انتشار این تصویر ارائه نکرد.
همین موضوع باعث شد موجی از گمانه‌زنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره پیامی که رئیس جمهور آمریکا قصد داشت آن را منتقل کند شکل بگیرد. ترامپ پیشتر نیز در مناسبت‌های مختلف با اظهارات درباره امکان حضور طولانی در عرصه سیاست بحث‌های فراوانی برانگیخته بود. با این حال این اظهارات با برداشت‌های متفاوتی روبرو شد. برخی از آنها صرفاً شوخی سیاسی آن را تلقی کردند و برخی دیگر آن را تلاش برای سنجش افکار عمومی دانستند. و اصلاح قانون اساسی بر اساس متمم 22 قانون اساسی ایالات متحده هیچ فردی نمیتواند بیش از 2 بار به مقام ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود. از این رو هر گونه تلاش برای نامزدی در یک دوره سوم مستلزم اصلاح قانون اساسی است. فرآیند پیچیده که تاکنون هیچ اقدام رسمی درباره آن مطرح نشده است. تا این لحظه نه کاخ سفید و نه تیم ترامپ توضیحی درباره مفهوم این تصاویر ارائه نکردند. همچنان رئیس جمهور آمریکا هیچ اقدامی رسمی مرتبط با انتخابات سال 2028 اعلام نکرده است. بنابراین این تصویر همچنان در چارچوب پیام‌های سیاسی تفسیر می شود. پیامی که واکنش‌های گسترده برانگیخته و بار دیگر بحث درباره محدودیت دوره‌های ریاست جمهوری در ایالات متحده را زنده کرده است. واکنش تند ترامپ بر شایعه یعنی خالی شدن انبارهای ذخایر مهمات آمریکا بیش از هر زمان دیگری قابل ملاحظه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای برای روزنامه وال استریت ژورنال گزارش‌های منتشر شده درباره کاهش ذخایر مهمات کشورش را رد کرد و گفت ایالات متحده بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات دارد و این میزان فراتر از نیازهای آن است. این اظهارات در حال مطرح می شود که ترامپ در بحبوحه تلاش‌ها برای احیای دیپلماسی با هدف بازگشایی تنگه هرمز تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران را به تعویق انداخته است. بیشتر برخی رسانه‌ها به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی گزارش داده بودند که نگرانی‌ها از پیامدهای کاهش ذخایر مهمات در این تصمیم گیری تاثیرگذار بوده است. به نوشته وال استریت ژورنال، ارتش آمریکا آماده بود از روز جمعه موج تازه‌ای از حملات فشرده را علیه ایران آغاز کند که ممکن بود تا 2 هفته دیگر ادامه یابد. اما این عملیات به تعویق افتاد تا فرصت بیشتری به گفتگوهای دیپلماتیک داده شود و ابعاد تأثیر یک عملیات گسترده بر ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر سامانه‌های پدافندی بررسی شود. این مقام‌ها تاکید کردند اوضاع همچنین متغیر است و رئیس جمهور می‌تواند در صورت لزوم فرمان آغاز حملات را صادر کند. بر اساس این گزارش‌ها، ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، کاخ سفید را در جریان وضعیت ذخایر موشک‌های پدافند هوایی قرار داده است. با اینکه او کاهش این ذخایر را مانع قطعی برای از سرگیری عملیات گسترده نمی‌داند، اما نسبت به افزایش ریسک‌های آن ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی ژنرال کین از اظهار نظر درباره این توصیه‌های محرمانه خودداری کرد. از سوی دیگر چند مقام آمریکایی اعلام کردند دریاسالار برت کوپر، فرمانده سنت کام، بر این باور است که آمریکا می‌تواند محدودیت در ذخایر پاتریوت را مدیریت کند، زیرا تشدید حملات می‌توانند توان تسلیحاتی ایران برای شلیک حجم بالای موشک را به شدت کاهش دهند. سخنگوی سنت کام نیز از پاسخ به پرسش‌ها در این باره امتناع ورزید. در همین حال کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، و شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، تاکید کردند ارتش آمریکا آمادگی و امکانات کامل را برای اجرای هر گونه تصمیم و دستور ترامپ در اختیار دارد. پنتاگون شامگاهی جمعه حملات 13 روزه خود را به مواضعی در ایران متوقف کرد و تا بامداد روز دوشنبه هیچ حمله تازه‌ای از سوی نیروهای آمریکایی گزارش نشده است. در خبر دیگر آمده است که ادامه درگیری در شمال افغانستان، جبهه آزادی و جبهه مقاومت که در دو طرف قرار دارند از حمله بر مواضع طالبان خبر دادند.
در ادامه درگیری ها در شمال افغانستان، جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهای این جبهه بر یک پاسگاه گروه طالبان در روستای کاسدره ولسوالی قاسان اندراب در بغلان حمله کردند. این جبهه با نشر خبرنامه‌ای در صفحه ایکس نوشت که درگیری میان نیروهای این جبهه و نیروهای طالبان بیش از 1 ساعت ادامه داشته و در جریان آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. جبهه آزادی افزود در نتیجه این حمله به نیروهای طالبان تلفات زیادی وارد شده، اما جزئیات درباره شمار تلفات ارائه نشده است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که جبهه آزادی در روزهای اخیر نیز از ادامه درگیری‌ها با طالبان در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان خبر داده بود. این جبهه مدعی شده بود که با وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای طالبان آنان را به عقب نشینی از بخش‌های از ولسوالی زیباک وادار کرده است. همچنین به گفته جبهه آزادی، نیروهای طالبان در اطراف پاسگاه‌های خود در مرکز این ولسوالی ماین‌گذاری کرده و برای ترک برخی مواضع آماده شدند. در همین حال جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز اعلام کرد نیروهای این جبهه یک شنبه شب عملیات تهاجمیشان را به پوسته طالبان در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان انجام دادند که در نتیجه 1 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه با نشر ویدیویی اعلام کرد که به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است. درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و مخالفان مسلح این گروه در شمال افغانستان از 5 شنبه اول اسد آغاز شد و تا امروز دوشنبه 5 اسد ادامه دارد. و در جریان این درگیری‌ها فریدالله وحدت، فرمانده یکی از پست‌های مرزی طالبان، کشته شد و گروه‌های مسلح مخالف طالبان نیز با نشر عکس جسد این عضو کلیدی طالبان کشته شدن او را تایید کردند. و در خبر اخیر آمده است که ایران درخواستی برای سرگیری مذاکرات نداده است و تنگه هرمز همچنان بسته است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد تهران درخواستی برای سرگیری مذاکرات با آمریکا را نداشته و گزارش‌های منتشر شده در این خصوص را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند. و بقایی در نشست خبری دوشنبه 5 اسد گفت میانجی‌ها پیام‌های از سوی آمریکا به ما منتقل می‌کنند، اما در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای نداریم. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به تنگه هرمز گفت تهران از ابتدا اعلام کرده بود که مسیر جنوبی این آبراه ناامن است و افزود آمریکا و برخی کشورهای منطقه باید درباره اقدامات اخیر خود در تنگه هرمز پاسخگو باشند. روز گذشته گزارش‌های منتشر شد که آمریکا و ایران پاسخ‌های خود را به پیشنهاد مشترک پاکستان و قطر برای سرگیری مذاکرات ارائه کردند. یک منبع آگاه به العربیه گفته است که تهران به مقام‌های پاکستانی اطلاع داده از مذاکرات خارج نشده و فقط گفتگوها را به حالت تعلیق درآورده است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، با توقف موقت حملات ایران فرصت محدود برای ادامه مذاکرات و بازماندن مسیر دیپلماتیک فراهم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگری از نشست خبری گفت تهران قطعاً به ماجراجویی خطرناک اوکراین پاسخ خواهد داد. بقایی افزود تبعات اقدام اوکراین برای خودشان و کل منطقه غیر قابل پیش بینی خواهد بود. اوکراین گفته است مسیرهای انتقال تجهیزات نظامی روسیه مرتبط با ایران را هدف حمله قرار داده است. در مقابل ایران میگوید یکی از شناورهای هدف گرفته شده یک کشتی تجارتی در ایران بوده و در این حمله 1 ملوان کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. این هم بود پایان گزارش خبری امروز.